سلام به همگی. امیر حسین هستم از کانال وینر تک. خیلی خوشحالم که یک جلسه دیگر رو با شما تو این جلسه میخوام PCA رو براتون شرح بدم و بگم که PCA چطوری کار میکنه و برعکس اون چیزی که به نظر میاد که روش خیلی سختیه اما خیلی ساده است. خب، قبل از این که بخوایم شروع بکنیم بگم که من اکثر این آموزش رو شاید 60-70% رو از کانال استات کوست برداشتم، اما بعضی جاهاش رو تغییر دادم، یک سری چیزای جدید رو هم بهش اضافه کردم. خب، PCA یک روش کاهش بعد یا دایمنشن ریداکشن هستش و نه انتخاب ویژگی، و این معمولا یه چیزی که عموما اشتباه میشه این دوتا با هم. اما قبل از اینکه بریم داخل PCA و بگیم چیه فرق فیچر سلکشن و دایمنشن ریداکشن چیه، فرض کنیم ما یک سری موش داریم که میشه موش 1 تا 6 و یک سریاشون سالم و یک سریشون یک سری بیماری ژنتیکی دارن و 2 تا ژن رو ما رفتیم مقداراشو حساب کردیم، یعنی زیست شناسا رفتن حساب کردن و دیدن موشای سالم مثلا این مقادیر رو داره برای ژن 1 و برای ژن 2 این مقادیر رو. همونطوری که نگاه میکنید برای ژن 2 خیلی تأثیری تو بیماری نداره و مقدارش برای موشای سالم و غیر سالم یکیه. خب پس ما میتونیم ژن 2 رو حذف بکنیم. به این روش اصطلاحا ما میگیم فیچر سلکشن، یعنی ما یک سری فیچرها رو ور میداریم، مثلا اینجا ژن 1 رو ور میداریم، ژن 2 رو هم کلا به دردمون نمیخوره میندازیمش سله آشغال. اما توی کاهش بعد ما ابعاد رو کاهش میدیم. یعنی چی؟ یعنی لزوما ما اطلاعات رو خیلی از دست نمیدیم. این نیست که یک فیچر رو بریزیم دور. بهترین مثالش عکاسیه. شما در یک دنیای یک عکس رو از یک دنیای 3 بعدی میگیرید که توش طول، عرض و ارتفاع وجود داره، اما عکس فقط 2 بعد داره. ولی شما الان اطلاعات طول، عرض و ارتفاع رو دارید، اما یه جورایی دستکاریش کردین این اطلاعات رو. یعنی این نیست که بگیم حالا ما مثلا تمام اطلاعات مربوط به ارتفاع رو ریختیم دور یا مربوط به عمق رو ریختیم دور، ولی کاهش بعدش دادیم، از 3 بعد بردیمش به 2 بعد. خب قبل از این که بحث راجع به PCA شروع بکنیم بریم 2 تا کاربرد هم ازش ببینیم. خب برگردیم به مثال موشامون و فرض کنید که این برای این ژناس ما میخوایم اینا رو ویژوالایز کنیم، یعنی میخوایم روی یک بردار رسمش کنیم. همونطور که میبینید برای موش 4 و 5 و 6 این مقادیره و برای موش 1 2 3 این مقادیره. حالا اگه 2 تا ژن داشته باشیم تو فضای 2 بعدی میتونیم رسمش کنیم که خب این باز برای موشای مریضه، این برای موشای سالمه. 3 بعدی به این صورت رسم میشه، اما 4 بعدی رو ما خودمونم بکشیم نمیتونیم رسم کنیم. آدما 4 بعد رو اصلا نمیتونن تصور بکنن و به بالا دیگه. خب ما میتونیم بیایم یک کاهش بعد بدیم و این 4 بعد رو تبدیلش کنیم به 2 بعد و اطلاعات رو اینجا رسم کنیم. ببینید الان ژن 1 ژن 2 ژن 3 و ژن 4 هر 4 تاشون برای ما مهمه. ما نمیتونیم بگیم ژن 4 به درد ما نمیخوره میخوایم بریزیمش سله آشغال. یه جورایی باید کاهش بعد بدیم که از دست رفتن اطلاعات مهم توش خیلی کم باشه. برعکس فیچر سلکشن کلا ما یه فیچر رو مینداختیم سله آشغال. کاربرد دوم اینه که توی مسائل ماشین لرنینگ ما عموما دنبال پیدا کردن یک سری پارامتر بهینه‌ای و پیدا کردن یک پارامتر بهینه توی یک فضای 1 بعدی از 2 بعدی راحت تره، 2 بعدی از 3 بعدی راحت تره الی آخر. ما توی دنیای ماشین لرنینگ خیلی اتفاق طبیعیه که با 1000 بعد داده سر و کار داشته باشیم و پیدا کردن جواب بهینه توی یک فضای 1000 بعدی خیلی سخت‌تره تا یک فضای مثلا 500 بعدی. مثلا شما فرض بکنید که شما دنبال یک آبجکتید، مثلا یک چیزی گم کردید تو هم دنیای طبیعی خودتون، توی همین دنیایی که ما زندگی میکنیم. در واقع میگن آقا تو فقط این شیء یا باید بری جلو یا بیای عقب، پیداش میکنی رو زمین. خب این خیلی ساده است، این میشه 1 بعدی. حالا بگن نه، جلو و عقب که باید بری چپ و راست و کل محیط خونه رو زمین رو باید بگردی. سخت‌تر شد اون آبجکت رو پیدا کنی یا اون شیء رو پیدا کنی. حالا فرض کن این شیء میتونه در تمام هستی باشه، یعنی هم ممکنه
جلو، عقب، چپ، راست، بالا، پایین. ممکنه تو هسته زمین باشه، ممکنه چند میلیون سال نوری هم از ما دور باشه. این دیگه خیلی سخت میشه پیدا کردن جواب یا پیدا کردن اون شی برای ما. پس هرچی ابعاد ما کمتر باشه بهتره و هرچی ابعاد بیشتر باشه ما یه عبارتی داریم به نام curse of dimension یا نفرین بعد. میگیم توی ابعاد زیاد پیدا کردن جواب بهینه خیلی سخته. خب بریم ببینیم ایده اصلی PCA چیه. ایده اصلی PCA اینه که آقا ما یه سری داده داریم مثلا در فضای دو بعدی یعنی x و y. آیا من میتونم این محورهای x و y یه جورایی تغییر بدم که داده های من در راستای یک محور بیشتر پراکنده بشن؟ یعنی چی؟ مثلا این شکل رو ببینید. این خب توی دو بعد پراکنده شده. خب ولی من میتونم بیام به جای این x و y که دارم یه x و y جدید رو درست کنم. بعد بچرخونمش، بعدم این بعد رو حذف کنم. پس این شد x و y جدید من، چرخوندمش، محور y رو هم حذف کردم و این اطلاعات خیلی خوب داره رو محور x خودش رو نشون میده. خب حالا که اینا رو فهمیدیم، ایده اصلی PCA رو هم فهمیدیم، بریم برای توضیح PCA. خب مرحله اول ما میخوایم روی این داده PCA رو حساب کنیم. میایم روی ژن 1 و ژن 2 میانگین میگیریم. یعنی چی؟ یعنی میگم 25 به علاوه 27 به علاوه 45 تا 1. همه اینا رو با هم جمع میکنم، تقسیمش میکنم بر 6. همه اینا رو جمع میکنم، تقسیم میکنم بر 6. این یه عدد میشه، این یه عدد میشه x و y. این میشه مرکز جدید من. این باید بشه مبدأ مختصات جدید من که اینجا با ضرب نشونش دادم. میارمش روی مرکز 0 و 0 مختصات قبلیم قرار میدم. پس اینو تغییر میدم تا بیاد اینجا. که بخوایم ریاضیاتیش رو هم بگیم خیلی ساده است. میگیم میانگین اینها میشه 17 و نیم، میانگین اینها میشه 3.63. حالا تمام نقاطی که توی فضای x و y هم هست، اون x و y قبلیم هست که نبردم تو فضای جدیدم، از این دوتا مقدار کم میکنم و اینطوری نقاط جدید من ساخته میشن. پس 25 رو منهای 17 و نیم میکنم، 6 رو منهای 3.63، 27 همینطور منهای 17 و نیم، 4 منهای 3.66 الی آخر. اینا میشه نقاط جدید من. و خب طبیعتا این دوتا میانگینم اگه از خودشون کم کنم میشه 0 و 0 که میشه این. خب حالا میخوایم محور جدیدمون رو حساب کنیم. خیلی ساده، میایم یه خط رو در راستای پراکندگی داده ها رسم میکنیم. یعنی اگه خطمون باشه میایم در راستای پراکندگی داده ها رسم میکنیم. خیلی شبیه رگرسیون خطیه، با این تفاوت که الزاما باید از وسط این سنتر ما رد بشه. خیلی شبیه. خب ببینیم خط خوب چه خطیه. ما گفتیم خب روی پراکندگی رسم میکنیم، ولی نگفتیم دقیقاً به چه شکله. خیلی راحت میگیم خط خوب از نظر ما خطیه که فاصله نقطه، این نقاط سبز، تا خط کمترین مقدار ممکن باشه. دقیقاً مثل تعریف رگرسیون خطی. یا این که میتونیم بگیم ما میخوایم فاصله این نقاط آبی تا مبدأ بیشترین مقدار ممکن باشه. خب ممکنه شما بگید که این دوتا با هم یکی هن مگه؟ بیاین اول چشمی نگاه کنیم، بر ریاضیاتی بهتون نشون میدم یکیه. ما الان اینجا میبینید فاصله زیاده، این نقاط آبی هم فاصلش اینقدر. هر چی داریم فاصله این نقطه چینمون رو داریم از نقاط سبز کم میکنیم، فاصله نقاط آبی از مبدأ داره بیشتر میشه. اگه بخوایم خیلی ریاضیاتی بگیم، این نقطه‌ای که ما داریم فاصلش تا مبدأ که ثابته، تک تک نقاط ما فاصلش تا مبدأ که فرقی نداره. فاصله این نقطه تا خط که میشه یک خط عمود. توی داشتیم دیگه، میگیم فاصله نقطه از خط میشه یک خط عمود که همین بیه. این هم که ایه، پس این میشه یک مثلث قائم الزاویه. طبق قضیه فیثاغورس سی ما سی دو هست، آ2 به علاوه بی 2. سی ما که ثابته، پس هر چقدر من آ رو بیشتر کنم ب کمتر میشه.
و هرچی ب رو بیشتر کنم آم کمتر میشه. یعنی این دوتا رابطه عکس دارن با هم. آ و ب رابطه معکوس دارن. پس ما که میخوایم ب رو کمینه بکنیم مثل اینه که بخوایم آ رو بیشینه بکنیم. اصطلاحاً به این قدر که گفتم محور جدید ما هست میگیم PC1. خب حالا بیایم یه فرضی بکنیم. فرض کنیم این خب یه معادل خط دیگه توی این فضای قبلی ما. مثلا باشه y برابر 25 صدم x. یعنی این که داده های من 4 برابر بیشتر روی ژن 1 پراکندن تا روی ژن 2. چرا؟ چون من x رو که 4 بدم که این میشه محور x من، تازه y من میشه 1. بر مبنای ساده تر ژن 1 برای من خیلی مهمتر از ژن 2. این ژن 1 این ژن 2 که اینجا x و y. چرا؟ چون 4 برابر اطلاعات بیشتر روی این پراکنده شدن تا روی محور y. پس این داره به ما این رو هم میگه. خب پس اگه این 4 باشه این 1 باشه، من بیام این مقدار رو حساب کنم میشه رادیکال 17 طبق قانون فیثاغورس. گفتیم x 4 باشه y تازه میشه 1، این میشه رادیکال 17. اگه همه اینا رو من بیام به تقسیم کنم به رادیکال 17، این میشه 1 4 تقسیم بر رادیکال 17 1 به روی رادیکال 17. اصطلاحاً به این خط ما میگیم ایگن وکتور. خب حالا ما این خط رو که داریم و گفتیم PC1 ما در راستای ایگن وکتور 1. مرکز رو هم که داریم، محورهای مختصات هم که بر هم عمودن. پس من اگه یه خط عمود درست کنم میشه PC2 من. حالا اگه 3 بعد بود چی؟ باز یه خط باید اینو که دارم یه خط عمود باید درست کنم در راستای محور Z. این میشه PC3 من. پس PC1 رو که من به دست بیارم چون مرکز رو هم دارم اون میانگینا رو گرفتم حساب کردم، PC2 رو هم عمود میکنم، PC2 من به دست میاد. یادتون باشه به ازای هر PC که ما داریم، یعنی به ازای PC1 اینجا حالا 2 تا محور، به ازای PC1 و PC2 ما 2 تا ایگن وکتور داریم و 2 تا ایگن ولیو که ایگن وکتورهای ما در راستای PC1 ما و PC2 ما هستن و ایگن ولیو ما یه جورایی داره به ما میگه که کدوم یک از این محورها مهمترن که جلوتر من بهتون میگم. خب حالا دیگه ما میتونیم راحت ابعاد رو تغییر بدیم. هنوز کاهش و بعد ندادیم. محورها رو پاک میکنیم، میچرخونیم. اینم 2 بعده ها، ولی اگر دقت کنید در راستای محور x بیشتر داده ها پراکنده شدن به نسبت اون مثال اولی که زدیم. خب ما جای محورها رو خب عوض کردیم. بله عوض شد، ولی کاهش و بعدی ندادیم. کاملا درسته. ولی گفتیم PC1 ما بیشترین پراکندگی داده رو PC1 گفتیم 4 برابر بیشتر از PC2. پس هر نقطه من که یه x و y داره، درسته؟ من بیام x ها رو اینجا میندازم و میگم که و y ها رو هم حالا اینجا میشه انداخت و من میگم PC1 4 برابر مهمتره. پس من y ها رو حذف میکنم، PC2 رو حذف میکنم، این نقاط رو حذف میکنم، PC2 رو هم حذف میکنم و کاهش بعد داده شد. یه بار دیگه بگم، هر نقطه سبز من یه x و y داره و ما رفتیم توی یک فضای جدید دیگه، از اون x و y خارج شدیم، آمدیم توی یک ابعاد جدید، تو هم محورهای جدید. هر نقطه من یه x و y داره. من میدونم داده ها روی محور x 4 برابر مهمتر از داده ها رو محور y هن. پس من x ها رو نگه میدارم و y ها رو میریزم سطل آشغال و به همین راحتی PCA رو تونستم 1 بعد کم بکنم. خب حالا یه بحثی این وسط پیش میاد. آقا ما توی فضای 2 بعدی میبینیم که PC هامون چطوری هم؟ میگیم رو PC بیشترین پراکندگی بود، رو PC2 هم کمترین پراکندگی. ولی تو فضای 10 بعدی ما چطوری بفهمیم کدوم PC ها برای ما مهمترن؟ این سواله، چون اونجا که نمیتونیم رسم کنیم دیگه. خب همونطوری که قبلا گفتم
در PC1 در راستای یک ایگن وکتوره، PC2 در راستای یک ایگن وکتور دیگه. ما اگه حالا توی PCA کلا 10 بعد داشته باشیم، تو محاسبه اولیمون 10 تا ایگن وکتور داریم و هر ایگن وکتور یک ایگن ولیو داره و گفتم ایگن ولیو های ما دارن مهمترین، در واقع دارم میگم کدوم ایگن وکتور ما مهمتره. هرچی ایگن ولیو من بزرگتر باشه یه جورایی داره به من میگه که پراکندگی در راستای اون ایگن وکتور داده‌های من پراکنده ترن، پس مهمترن. پس کاری که میکنیم اینه که ایگن ولیو ها رو ایگن وکتورها رو بر اساس ایگن ولیو ها به صورت نزولی مرتب میکنیم. اولی میشه مهمترین، دومی میشه دومین مهمترین و اونی که کمترین مقدار رو داره میشه کم اهمیت ترین. خب حالا چطوری ما ایگن وکتور و ایگن ولیو رو حساب کنیم؟ خیلی ساده، برای PCA دارم میگم ها. اولین کاری که انجام میدیم ماتریس کوواریانس رو محاسبه میکنیم. حالا برای ما اصلا ببینیم ماتریس کوواریانس چیه برای این داده ها. ماتریس کوواریانس میاد توی یک ماتریس مربعیه که اینجا ما 2 بعد داریم، پس میشه 2 در 2. اگه 3 تا داشتیم میشه 3 در 3 الی آخر. روی قطر که راه میرید، یعنی این مقدار و این مقدار واریانس این دوتاه. پس این ژن 1 واریانسش میشه این اولی، داره میگه این داده که من چقدر پراکنده است. اینم داره میگه رو محور وای چقدر داده من پراکنده است، که اینجا مقداراش هم حساب کردیم نشون میده رو محور x خیلی داده من پراکنده تره تا محور وای. این دوتا چی هن؟ این دوتا داره رابطه ژن 1 و ژن 2 رو با همدیگه به من میده. میگه وقتی مقدارش مثبت میشه به من میگه که ببین این مقدار این مثبت میشه، میگه ببین اگر ژن 1 زیاد بشه ژن 2 هم زیاد میشه. اینا با همدیگه ارتباط مثبت داره. اگه این مقدار که حالا مساوی این مقداره منفی بشه، میگه ببین این زیاد بشه این کم میشه. اگه این کم بشه این زیاد میشه، رابطه عکس دارن با هم. و اگه نزدیک صفر بشه تقریبا یا صفر بشه، میگه این دوتا اصلا ربطی به هم نداره، این زیاد میشه ممکنه این زیاد شه، ممکنه تغییر نکنه، ممکنه کم شه، خدا میدونه، ما نمیدونیم. و یک نکته، این مقدار با این مقدار برابر یعنی چی؟ یعنی شما اگه یه قطر که واریانسه، یه قطر بکشین، این دوتایی که اینجا هم با هم برابر میشن. حالا اگه ماتریس من گفتیم 3 تا فیچر داشته باشه 3 در 3 میشه، 4 در 4، 5 در 5 و الی آخر. و ماتریس ما اینطوریه که مقادیر بالای مثلث با پایین مثلث در واقع یه حالت متقارن داره، ماتریس ما برابره. خب حالا ما کوواریانس رو حساب کردیم، میریم سراغ محاسبه ایگن وکتور و ایگن ولیو. خیلی باز راحت. اول ببین تعریف ایگن وکتور چیه و ایگن ولیو. میگه ما توی نظریه ماتریس اگه آی ما یک ماتریس مربعی باشه، که اینجا ماتریس کوواریانسه. مربعی یعنی چی؟ یعنی اگه 2 تا فیچر این ماتریس من هست 2 در 2 یا 3 در 3 یا 4 در 4 یا n در n. اگه من یه ماتریسی داشته باشم به نام A و این رو من در یک برداری به نام X ضرب کنم که اینم یه ماتریسه، منتها این 2 در 1 2 در 1، این برابر میشه با لاندا که لاندا من یه عدده ضرب در همون بردار. اصطلاحاً به X ما میگیم ایگن وکتور و به لاندا میگیم ایگن ولیو، یا حالا تلفظ درستش آیگن وکتور و آیگن ولیو، منتها فارسیلایز همون فارسی طورش میشه ایگن وکتور و ایگن ولیو، ولی اصلش آیگن. خب ماتریس کوواریانس که ما اسلاید قبل حساب کردیم ضرب در x y کنیم که گفتیم این هست ایگن وکتور ما برابر است با لاندا که یه عدده ضرب در x y. قبول این دوتا لاندا با هم برابر، این دو x و y با هم برابره، پس این دوتا رو برمیداریم. پس این ماتریس برابر لاندا میشه. یه اشکالی وجود داره، این 2 در 2 ولی این یه عدده. ما این رو در یک ماتریس آیدنتیتی یا همانی ضرب میکنیم. اگر نمیدونید ماتریس همانی چیه، یک سرچ کوتاه بکنید بهتون میگه. این حکم 1 رو داره توی
نظریه ماتریس، یعنی هر چی ضرب در ماتریس همانی بشه خود همون عدد میشه، خود همون ماتریس میشه. من این رو اگر در ماتریس همانی ضرب کنم، ماتریس کوواریانس رو، باز میشه خود ماتریس کوواریانس، دقیقا مثل عدد 1. پس من اینو در این ضرب میکنم تا این سایزاشون یکی بشه، دترمینان میگیرم و 2 تا لامدا برام به دست میاد که اینا میشه ایگن ولیو 1 و ایگن ولیو 2 یا آیگن ولیو 1 آیگن ولیو 2. لامدا رو جایگذاری اگه من بکنم، دستگاه دو معادل دو مجهول به من میده. یک بار لامدا 1 رو میذارم، یک بار لامدا 2 رو میذارم و 2 تا ایگن وکتور به من میده. نکته جالب اینه، یادتونه گفتم که PC1 و PC2 چون محور مختصاتم به هم عمودن. حالا این دوتا رو دقت کنید، دقیقا به هم عمودن، چون جاشون با هم عوض شده، یکیشون هم منفی شده. خب بریم جلوتر. در ضمن چون این مقدارش خیلی بیشتر از اینه، لامدا 1 از لامدا 2 خیلی بیشتره، بنابراین ایگن وکتور 1 خیلی مهمتر از ایگن وکتور 2. خب بریم جلو. خب همونطوری که دارید میبینید این ایگن وکتور 1 من هستش، این مقدار و این هست، و برای ایگن وکتور 2 هم که اسلاید قبل حسابش کردیم. خب حالا یه سوالی، ما محورها رو تغییر دادیم، قبول، ولی ما نقطه ها رو درست آمدیم شکلی عوض کردیم ولی تو محاسباتمون تغییری ندادیم. نقاط رو چطوری باید تغییر بدیم؟ خیلی ساده است. ایگن وکتور 1 رو اینجا میذاریم، ایگن وکتور 2 رو اینجا میذاریم و این مقادیر رو ضرب میکنیم، نقاط جدیدمون به دست میاد. 25.39 و 4.3 دقیقاً میشه مقدار جدید ما در فضای جدید، در این محور مختصات جدید. و یه چیز جالب رو دقت کنید، این مقادیر سطر دوم رو با این مقادیر مقایسه کنید، به نظر میاد که فشرده ترش کرده. دقیقا همون اتفاقی که ما دنبالش بودیم دیگه، میگفتیم در راستای یک محور میخوایم پراکنده شه، ولی تو راستای محورهای دیگه سعی میکنیم اون پراکندگی رو کم بکنیم و این دقیقا همون اتفاقی بود که اینجا افتاده. شما ببینید این داده خیلی الان فشرده ترن در مقایسه با این داده ها. حالا ما میخوایم بعد رو کم کنیم، چیکار کنیم؟ خیلی ساده، اون ایگن وکتور دومی که اهمیتش کمتر بود رو حذف میکنیم، ضرب میکنیم و جواب به دست میاد و اینطور کاهش بعد میدیم. و سوال آخر و مهمترین سوال، ما ایگن وکتورا رو آمدیم به دست آوردیم، ولی از کجا بفهمیم چند تا رو باید حذف کنیم؟ 2 تا، 3 تا، 5 تا، 10 تا، 1000 تا، چند تا رو حذف کنیم؟ این خودش سوالیه دیگه، همینطوری که نمیتونیم حذف کنیم. اگه خیلی زیاد حذف کنیم ممکنه یه سری اطلاعات مهممون از دست بره. اگه خیلی کم حذف کنیم خب ممکنه که اتفاقی که میخوایم نیفته. اینجا ما میایم نقاط جدید رو، این یک روشه، کلی روش داریم ما، میام کلی زیاده روشی که داریم، میایم نقاط جدید و واریانساش رو حساب میکنیم. واریانس این هست 262، واریانس این هست 0.99. حالا اینا رو درصد میگیریم، درصدش هم خیلی ساده است که این دوتا رو با هم جمع میکنیم، این رو تقسیم بر جمع این دوتا میکنیم، این رو تقسیم بر جمع این دوتا میکنیم. به ما میگه 99.62% داده ها در راستای محور X پخش شده و 0.337% داده ها روی محور Y پخش شده. پس نشون محور Y اصلا برای ما اهمیتی نداره، پس با خیال راحت حذفش میکنیم. البته اینم من بهتون بگم، من این هولوش 1%، چون این مقدار رو میداختم مثلا چیزی رو رسم نمیکرد، یعنی از اینم خیلی کمتر. اما اگه ما آمدیم واریانس گرفتیم و پراکندگیمون این شکلی شد، یا حالا تو ابعاد بالاتر مثلا فکر کنید 4 بعد داریم، واریانسمون این شکلی شد، دیگه نمیتونیم مثلا قبل دستمون باز نیست که بیایم حذف کنیم. گاهی مواقع ما نمیتونیم PCA رو اعمال کنیم چون داده ها طوری پراکندن که اطلاعات مهم رو تمام محور هست و اونجا دیگه PCA قابل استفاده نیست. بنابراین بعد از اینکه شما PCA رو زدین یک همچین نموداری رو رسم بکنید و ببینید. البته گفتم روش‌های دیگه‌ای هم وجود داره، بعضی روش‌ها خیلی حالا ساده ترن، ولی این روشی که به شما دید خوبی رو میده. و این در نهایت کدیه که برای PCA میشه. تا همونطور که میبینید خیلی کد ساده ایه
و فقط تنها چیزی که من برای اینکه مطمئن شم از چت جی پی تی هم اینجا کمک گرفتم. چت جی پی تی اومد اینجا گفت داده ها رو نرمالایز کن که اگه مثلا یک سری داده ها، مثلا بهتون میگم 100 200 300 400، یه سری داده ها بین منهای 1 تا 1، همه رو بیاره تو یک اسکیل، یعنی همه رو مثلا بیاره بین منهای 1 تا 1. ولی برای داده هایی که ما استفاده میکنیم این خط لازم نیست و همونطور که نگاه میکنیم میبینیم که با چند خط خیلی ساده ما PCA رو تونستیم یعنی به دست بیاریم و تمام. خوشبختانه آموزش تموم شد همینجا و امیدوارم که PCA به دردتون خورده باشه. خیلی ممنون از اینکه تا الان با من بودید. امیدوارم که هر جا هستید موفق و شاد باشید. اگه این آموزش به دردتون خورد خوشحال میشم که لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب کنید و اگر اشکالی رو هم دیدید مجدد خیلی خوشحال میشم که اون اشکال رو به من بگید تا من بتونم توی آموزش هایی بعدیم کیفیت آموزشم رو بالاتر ببرم. در ضمن این آموزش های من، اسلاید ها داخل لینکدین من هست و با ذکر منبع هیچ اشکالی نداره ازش استفاده بکنید. خیلی ممنون ازتون. موفق باشید، شاد باشید همیشه.